سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه چیز خیلی جالب. موادی که وقتی کشیده میشن یا فشرده میشن رنگشون عوض میشه. اسم علمیشون یکم سخته. الاستومرهای کریستال مایع کلستریک. حالا ما بهشون میگیم CLCE. بله، CLCE ها. منبع ما هم بخشایی از یه مقاله است درباره چیزی به اسم پالت‌های مکانوکرومیک. همین مواد. میخوایم ببینیم اینا چطور کار میکنن و خب چرا اینقدر هیجان انگیزن. دقیقاً، پتانسیل خیلی بالایی دارن. آره، فکر کن مثلا حسگرها یا حتی برچسب‌هایی که تغییرات فیزیکی رو با تغییر رنگ نشون بدن. خب بیایید شروع کنیم. اول از همه این کریستال‌های مایع کلستریک چی هستن اصلا؟ یه جور کریستال مایعن با ساختار مارپیچی، درسته؟ درسته. ببینید، کریستال مایع حالتی بین مایع و جامد کریستالیه. مولکول‌ها یه نظم نسبی دارن. تو نوع کلستریک، این مولکول‌ها یه ساختار مارپیچی خاصی تشکیل میدن، مثل یه فنر خیلی ریز مولکولی. یه ساختار مارپیچی. بله، و نکته جالبش اینه که این ساختار مارپیچی نور رو به شکل خیلی خاصی بازتاب میده. آهان، پس رنگی که ما میبینیم به خاطر همینه؟ دقیقاً. این رنگ ساختاریه، نه رنگ ناشی از رنگدانه، مثل رنگ بعضی بالهای پروانه. جالبه. و این رنگ مستقیماً به ابعاد اون ساختار مارپیچی بستگی داره. به طور مشخص به چیزی که بهش میگیم گام مارپیچ. گام مارپیچ، این همون فاصله پیچاست؟ آره، میشه گفت فاصله‌ای که طول میکشه تا جهتگیری مولکول‌ها یه دور کامل بچرخه. تغییر این گام یعنی تغییر فاصله پیچ‌های اون فنر مولکولی مستقیما رنگ بازتاب شده رو عوض میکنه. خب پس کریستال مایع کلاستریک به ما رنگ ساختاری قابل تنظیم میده. حالا چطور الاستومرها وارد ماجرا میشن؟ اینا همون پلیمرهای کشسان هستن دیگه، مثل لاستیک. بله، دقیقاً. الاستومرها شبکه‌های پلیمری انعطاف پذیر و کشسان هستند. وقتی ما اون ساختارهای کریستال مایع کلاستریک رو داخل این شبکه الاستومری قرار میدیم و شبکه‌ای میکنیم، CLCRE رو میسازیم. آها، پس حالا ماده‌ای داریم که هم انعطاف پذیره، یعنی کش میاد، بله. و هم به نور پاسخ رنگی میده. و اینجاست که میرسیم به مکانوکرومیسم، یعنی تغییر رنگ با اعمال نیرو. دقیقاً. کلمه کلیدی همینه، مکانوکرومیسم. وقتی شما CLCE رو میکشید یا فشار میدید، اون شبکه الاستومری تغییر شکل میده. خب این تغییر شکل مستقیما به اون ساختارهای مارپیچی کریستال مایع منتقل میشه، یا گام مارپیچ تغییر میکنه، یعنی اون فنر کشیده یا فشرده میشه. یا شاید جهتشون عوض میشه. آفرین، یا جهتگیری کلی مارپیچ ها نسبت به جهت نیرو عوض میشه. هر کدوم از این اتفاقا بیفته، طول موج نوری که بازتاب میشه تغییر میکنه. و ما تغییر رنگ رو میبینیم. چه مکانیزم جالبی. بله، اساس کارشون همینه. مقاله به اجزای سازنده هم اشاره کرده بود. مونومرهای کریستال مایع، چیزایی مثل افزودنی‌های کایرال، عوامل شبکه کننده، یکم پیچیده به نظر میاد. خب آره، جزئیات فنی داره، ولی میشه ساده تر دید. ببینید، شما به 3 چیز اصلی نیاز دارید. یکی خود مولکول‌های کریستال مایع که پتانسیل رنگدهی دارن. خب، دوم یه ماده خاص به اسم افزودنی کایرال، مثل همون CV15 که توی مقاله اومده. این ماده اون ساختار مارپیچی اولیه و در نتیجه رنگ اولیه رو تعیین میکنه. یه جورای جهت پیچش رو تنظیم میکنه. آها. و سوم یه ماتریس پلیمری الاستومری، مثلا پلیسیلوکسان، که مثل یه داربست انعطاف پذیر عمل میکنه و همه چیز رو کنار هم نگه میداره و اجازه میده کش بیاد. بقیه موادم برای ساختن این شبکه لازمن. پس با تغییر نسبت اینا یا نوعشون میشه پاسخ نهایی رو تنظیم کرد، مثلا رنگ اولیه یا میزان حساسیت به نیرو رو. دقیقاً. این قدرت اصلی CLCE هاست. با تنظیم دقیق اجزا، مثلا چگالی شبکه‌بندی الاستومر یا نوع مقدار اون افزودنی کایرال، میشه پاسخ نوری به نیروی مکانیکی رو مهندسی کرد. یعنی میشه یه جور پالت رنگی خاص برای میزان کشش‌های مختلف طراحی کرد؟ بله، دقیقاً. میشه کاری کرد که به کشش کم حساس باشه یا به کشش زیاد. میشه رنگ‌های مختلفی رو در پاسخ به نیرو ایجاد کرد.
این قابلیت تنظیم کلید کاربردهای خاصه. و چه کاربردهایی؟ مقاله به چند مورد اشاره کرده بود. یکیشون حسگرهای کشش پوشیدنیه. خیلی جذابه. بله، تصور کنید یه لباس ورزشی که رنگش نشون میده کدوم عضله تحت چه فشاریه، بدون نیاز به الکترونیک پیچیده. یا بسته‌بندی هوشمند، مثلا یه برچسب روی دارو که اگه دستکاری بشه یا زیادی فشار بهش بیاد، رنگش عوض شه و دیگه برنگرده. دقیقاً. این برای تشخیص دستکاری یا استرس محیطی عالیه. میتونه ایمنی محصولات رو خیلی بالا ببره. به رباتیک نرم هم اشاره شده. یعنی ربات‌هایی که بدنه نرم دارن و این مواد میتونن مثل پوست حسگر عمل کنن و بازخورد بدن در مورد تغییر شکلشون. بله، برای بازخورد بصری از تغییر شکل مکانیکی خیلی خوبه. و البته کاربردهای ضد جل، الگوهای رنگی منحصر به فردی که فقط با لمس یا فشار خاصی فعال میشن. خیلی جالبه. نکته کلیدی همه اینها همون سیگنال دهی بصری هست. یعنی ماده خودش به طور مستقیم و شهودی وضعیت مکانیکیش رو به ما میگه. این سادگی و مستقیم بودن خیلی ارزشمنده. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، CLCE ها مواد هوشمندی هستن که ساختار داخلیشون به نیرو حساسه و این حساسیت رو با تغییر رنگ نشون میدن. و مهمتر این که این پاسخ رنگی قابل طراحی و مهندسیه. میشه برای نیازهای خاص پاسخهای نوری سفارشی ایجاد کرد که بازخورد بصری و آنی بدن. عالی. و این ما رو میرسونه به یه سوال نهایی برای شما که بهش فکر کنید. حالا که میدونیم موادی هستن که میتونن نیرو رو به صورت رنگ به ما نشون بدن، فکر میکنید این قابلیت در آینده چطور میتونه نحوه تعامل ما با وسایل روزمره رو تغییر بده؟ یا حتی چطور میتونه به نظارت بر سلامت سازه‌های بزرگ مثل پل‌ها یا ساختمون‌ها کمک کنه؟ جاهایی که دیدن تنش‌های داخلی خیلی حایزی اهمیته. سوال خیلی خوبیه. واقعا جای فکر داره. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم.